سلام دوستان، اومدیم سنترال مارکت. اولین جایی هم که میخوام بهتون نشون بدم یه فرش فروشی ایرانیه. با من همراه باشید، بقیه قسمت‌ها هم بهتون نشون بدم. خب بچه یه نکته خیلی جالب اینجا هست که بهنوش میخواد به اون بگه. از ساعت 1 به بعد اکثر میوه فروشا و سبزی فروشا سبزیاتشون رو میبرن وسط و به نصف قیمت میفروشن. حالا با من بیاید تا بهتون نشون بدم. تقریبا اینجا هر چیزی $2 $3 فکر میکنم بچه‌ها. توی این قسمت شرابا و واینای سفیدی که داخل ادلای درست میشه رو میتونید خریداری بکنید. توی این بازار یه کافی شاپ ایرانی هست، بریم با هم یه کافی سفارش بدیم. خب من چیز دیگه هم دارن اینجا؟ آره اینجا صبحونه سرو میکنن، همون صبحونه که بخواید سرو میکنن با کافی و کروسانت دارن میدونم. حالا بریم کافیش چطوره؟ مرسی، ممنونم، لطف کردیم. خیلی خوشحال شدم که تونستیم با هم فارسی صحبت کنیم. خودتون میدونید که دیگه تو غربت خیلی سخته. آره واقعا میدونم که خیلی سخته، کافی شما واقعا حرف نداره. من کافیمو گرفتم، برم کافیمو بخورم که بیدار شم. یک حتما همینطوره. لطف کردین، مرسی. خداحافظ. لهجه قشنگ اصفهانی. خانواده عزیز خدا نگهدار. خداحافظ. اینم گوشت‌های خشکی نمکسود شده. دوستانی هم که عاشق غذاهای دریایی هستن، ماهی‌های صید رود از صدف تا میگو و انواع ماهی‌ها رو میتونن اینجا تهیه کنن. خب رفقا، کسی اگه دوست داره غذاهای آمریکای جنوبی رو امتحان کنه فکر کنم اینجا جای خوبی باشه. شیرینی‌های باحالی هم دارن. اگر گوشت‌های تازه میخواین که کیفیتش خیلی خوب باشه و به روز باشه، میتونید از گوشت فروشی‌های سنترال مارکت خریداری بکنید. کیفیت خیلی خوبی هم دارن. کولز و وولورس و یه اصلا کیفیت فراتریه. ولی خب قیمتاشون هم بچه‌ها متفاوته. ولی در عوض تازه هستن و گوشت روز هستن. مثلا این که می‌بینید $27 شاید از وولورس بتونید خیلی ارزان‌تر پیدا بکنید. شاید تو مایه‌های $20 شاید هم کمتر. Thank you very much. حالا ما یه گوش گرفتیم میریم امتحان می‌کنیم واسه کباب جاتون خالی. Thank you very much. اینجا رو نگاه کن، بیا. این شاپیه که میتونید شوینده های ارگانیک و مواد ارگانیک رو از اینجا تهیه بکنید. چقدر خوشگلن اینا. چه بوی خوبی میاد. بوی لیمونگراس میاد ببینید. خیلی خوب میاد اینجا. جاروها رو ببین. خب اینا هیچ پلاستیکی توشون استفاده نشده، همشون ارگانیکن. مایه‌های دستشویی و ظرفشویی. ایرانی‌ها هم به ما میخندن. جای باحالیه. خیلی. اینجا فکر کنم ادویه هاشه. قسمت غلاتشه. اینجا رو نشون بدم. با شیر قاطی کنید واسه صابونه.
این قسمت اصلشه، اصلاش خیلی با کیفیتن. البته اینا فکرم طحینی ان ها؟ آره، هم میتونید ارده از اینجا بگیرید، هم میتونید اصل بگیرید. ارده بچه‌ها قسمت کیلویی پشتش هم. $15. پشتش هم اصله. آره اصلا الان می‌بینیم اولیو اویل، روغن زیتون و عسل‌های مختلف رو اینجا دارن. همونطور که بهنوش گفت اینا ارگانیک هن. به بادام درختی. هر وقت میایم این قسمت از این تارتای ژاپنی میگیریم. مثل مقالش هم بان شف هستش و بسیار این تارتاش خوشمزه است. اگر اومدین حتما نارگیلیش امتحان کنید. نصفه منم بده. نامردی نکن. به سلامتی. خوبه؟ خیلی خوشمزه است. خب بچه‌ها این قسمت هم قسمت غذاهای آسیایی هست. اگه خواستی غذاهای آسیایی رو امتحان کنید حتما این قسمت بیاین که تنوع غذایشون خیلی زیاده. خب این قسمت هم قسمت عطاری چینی هست که تمام گیاهای عطاری که داخل ایران بود رو اینجا میتونید پیدا بکنید. حتی اینجا دکتر دارن که میتونن براتون با توجه به اون چیزی که نیاز دارید دارو تجویز کنه و مثلا میرید میشینید مثلا میگه کجاتون درد میکنه و یه سری گیاها رو واسه ترکیب میکنه. این عطاریای قدیم. عنابا رو ببین. قیمتش هم خیلی خوبه، $15.5. چه بوی خوبی میاد. بو سلامتی میاد. این هم لاکی کتی که همه جا پیدا میکنه تو مغازه‌های آسیایی. داروهای ضد دردشون خیلی کاریه به نظر من. اینا همه داروهای ضد درد اینجا که می‌بینید، اکثرا معده درد، پا درد. و دکتر هم اون پنجره‌ای که می‌بینید اونجا دکتر ایستاده، میتونید توضیح بدید. خیلی باحاله. اگه دنبال یه جای خیلی قشنگ با خانواده هستید که برید اونجا بشین و غذای آسیایی بخورید، با من بیاین یه جای خیلی ناب رو بهتون نشون بدم. با من بیاین، میخوام یه هنرمند استرالیایی ابریجینال رو بهتون نشون بدم که با ساز مخصوص خودشون هنرنمایی میکنه. همیشه هم همینجاست. یه چیز خیلی جالب که نمیشه داخل وولورث و کولز پیدا کرد ولی تو گوشت فروشی‌های چاینا تاون میتونید پیدا بکنید، سیرابی، دل و جیگر هست.